با سلام و درود خدمت تمام دوستان عزیز. یه نکته کوچیک رو تو زبان سی بگم، تفاوت آی پلاس پلاس و پلاس پلاس آی. من کد رو ران میکنم، بعد با هم راجبش صحبت کنیم. توی آی پلاس پلاس اول عددی که هست اعمال میشه. آی رو ما در نظر گرفتیم یک، اعمالش کردیم، پرینتش کردیم، بعد پلاس پلاسش کردیم که خب اینجا اومدیم اون آی نهایه رو مجدد چاپش کردیم که شده 2. مقدار آی رو یکش کردیم، این دفعه اومدیم گفتیم پلاس پلاس آی. و خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اول محاسبات انجام میشه زمانی که پلاس پلاس آی داریم و بعد نتیجه اعمال میشه. تفاوتشون اینه که اگر آی پلاس پلاس رو استفاده بکنیم، یه آی به عنوان مثال یکی داریم، اول اون اعمال میشه، بعد عمل جمع یا محاسبات روش انجام میشه. ولی اگه پلاس پلاس آی باشه، یعنی پلاس پلاس پشت متغیرمون باشه، اون موقع اول عمل جمع محاسباتیمون روش انجام میشه و بعد اعمال میشه به تابع. حالا تابع ما پرینتفه و چاپش میکنه. در هر دو حالت توی خط بعدی آی ما 2، ولی این که توی لحظه که تابع داشته فراخوانیش میکرده یا کالش میکرده اون متغیر رو، مقدار چی بوده؟ خب مقادیر متفاوته. برای این اول مقدار قبلی ره، برای این اول محاسبات انجام میشه و مقدار جدید رو به خودش میگیره و به تابع میده. تا نکات دیگه وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.